سلام، چطورید؟ امیدوارم حال دل همتون خوب باشه. خوشحالم که در خدمتتون هستم. بریم سراغ بحث امروزمون که شروعش بکنیم. تا یادتون نرفته ما رو سابسکرایب بکنید، ما رو فالو داشته باشید و همین. مرسی که هستید. در کامنت ها نظرات و پیشنهادات خودتون رو حتما برای ما بنویسید. بریم شروع بکنیم بحث امروزمون رو. امروز میخوایم در مورد یکی از اصلی ترین و مهمترین اعضای بدن که میتونه در زیبایی ما تأثیر خیره کننده‌ای داشته باشه صحبت بکنیم. عضوی که وقتی که میخندید، وقتی که حرف میزنید تو چشمه و میتونه هر فردی رو به خودش خیره بکنه. اگر زیبا باشه، اگر زشت باشه و کیفیت نداشته باشه، میتونه هر فردی رو از شما دور بکنه و حتی زیاد خوشایند نباشه. درست حد زدیم. میخوایم در مورد دندون صحبت بکنیم و اینکه بدون اینکه کامپوزیت بکنید، بدون اینکه زیاد هزینه بکنید، چطوری دندونهای سفیدی داشته باشید، دندونهایی که پوسیده نباشه و دندونهایی که بتونید با خیال راحت لبخند بزنید. افرادی که دندونهاشون کج و کوله است یا اینکه دندونهاشون مشکل داره، این افراد فقط و فقط باید ارتودنسی انجام بدن، پیش دندان پزشک برن و مراجعه بکنن به متخصص این کار و این کار رو انجام بدن. به غیر از ارتودنسی و همه اینها، اگر دندونهای خوش فرمی دارید ولی زرده به دلیل هر چیزی که از سیگار کشیدن، به دلیل مشروب خوردن، به دلیل اینکه یک تایمی مسواک زدید و دیگه قطعش کردید مسواک نزدید، دلایل وراثتی داره یا اینکه دندونهای خودتون زرده یا هر چیزی که هست، میخوایم در مورد صحبت بکنیم. اول از همه چیز ما در مورد تغذیه صحبت میکنیم و اینکه چه چیزهایی رو مصرف بکنیم و چه چیزهایی رو مصرف نکنیم. اون تایمی که بچه‌ها دیگه دندونهای شیریشون میفته و دندونهای اصلی جایگزین میشن، اون تایم دوران طلایی دندون هاست و باید اون تایم حتما بهش رسیدگی بکنن. با مصرف لبنیات، با مصرف شیر، مخصوصاً مسواک زدنهای استاندارد. چرا که بعد از افراد هستن که انقدر روش مسواک زدنشون افتضاحه، باعث میشن که به مینای دندون آسیب بزنن، به لثه خودشون آسیب بزنن و اصلا مسواک نزدن بهتره. و بعضی از خمیر دندون ها هستن که بسیار قوی هستن و این به مرور زمان باعث میشه که دندون های شما آسیب ببینه. پس حتما از خمیر دندان های استاندارد استفاده بکنید. از مسواک زدن های افراطی هم پرهیز بکنید. به جای مسواک زدن های مداوم و مکرر، از نخدندان استفاده بکنید. بعد از خوردن هر وعده نخدندان بکشید. شاید در اون تایمی که بهش عادت نکردید زیاد خوشایند نباشه و یادتون بره چند بار، ولی وقتی بهش عادت بکنید دیگه خودتون یادتون میافته که اون کار رو انجام بدید و دیگه یک عادت میشه که نمیتونید اون رو ترکش بکنید. در مورد مواد سرد و گرم، شما با مصرف مواد سرد و گرم با هم دیگه نه تنها به دندونتون آسیب میزنید، به معده خودتون و بدن خودتون هم شوک وارد میکنید. وقتی که یک نوشیدنی سرد رو مصرف کردید، اجازه بدید که دهن شما به اون دمای متعادل برسه، بعد یک نوشیدنی دیگه یا گرم یا سرد رو مصرف بکنید. از خوردن نوشیدنی های بسیار داغ پرهیز بکنید، چون باعث میشه که دندون شما پوسیده بشه. از خوردن نوشیدنی های خیلی سرد پرهیز بکنید، چون باعث میشه که دندون های شما پوسیده بشه و اذیت بشید. شاید در مدت زمان اولی که این کار رو انجام میدید زیاد اذیت نشید و دردتون نگیره، ولی بعد از مدتی وقتی که یک نوشیدنی حتی سرد رو مصرف میکنید به تنهایی، نه با هم دیگه، دندوناتون درد میگیره و دردش واقعا حتی به چشم شما اون دردش میرسه. دندون درد خیلی افتضاح دردش و خیلی از افراد کابوسشونه این درد. و اینکه اگر دوست دارید دندونهای سفیدی داشته باشید و نمیخواید که کامپوزیت بکنید، چون کامپوزیت کردن هم باید تمدید بشه، باید شارژ بشه و اینکه دندون شما تراش میخوره و شاید بخوایم بگیم که نمیخوایم کار کاسبی پزشکا رو، دندون پزشکا رو
بهش لطمه بزنیم نه، ولی خب کامپوزیت زیاد توصیه نمیشه و برای دندون آسیبزا خواهد بود در مدت زمان طولانی. همین هم محدودیت میاره برای خورد و خوراک شما. حتی در بعضی از موارد اینکه نمیتونید سیب رو گاز بزنید، نمیتونید چیزای سفت رو با دندونتون میل بکنید، این برای افراد عادی هم نباید انجام بشه. چیزهای سفت، سیب گاز گرفتن اینا اشکالی نداره، ولی شکوندن بادوم یا گردو و اینها افتضاح بدن، یا اینکه سر بطری رو میایید با دندونتون باز میکنید و دندون شما بسیار بسیار نازک و حساس و ظریف هست، پس باید مراقبش بود. در مورد مسواک زدن صحبت کردیم. مسواک زدن وقتی که میخواید برید سر کار، محل تحصیل یا هر جایی میتونید مسواک بزنید، یا اینکه شبا قبل خواب حتما بعد از کشیدن نخ دندون باید مسواک بزنید. اکثرا میپرسن که قبل مسواک نخ دندون بکشیم یا بعد مسواک زدن. من خودم قبل از مسواک زدن نخ دندون میکشم، چرا که اون موادی که بین دندونا مونده وقتی که وارد دهنم میشه با نخ دندون کشیدن، ترجیح میدم که مسواک بزنم و اینطوری بخوابم. چون وقتی که بعد مسواک زدن نخ دندون میکشی احساس میکنی که دهنت باز به مسواک زدن نیاز داره، به شستشو نیاز داره. در مورد صبح هم که بخوایم بگیم، قبل از صبحونه مسواک نزنید، چرا که دهن شما یه جورایی بدطعم میشه و احساس میکنید که طعم گسی به خودش میگیره و نمیتونید صبحونه‌تون رو به درستی میل بکنید. بعد از صبحونه میتونید مسواک بزنید و با دهن خوشبو هم سر کار و محل تحصیلتون برید. یک مورد هست که توی فضای مجازی زیاد میبینیم که مصرف جوش شیرین روی مسواک و مسواک زدن باهاش. این رو من خودم انجام میدم و واقعا خوبه و معلومه که دندونها زرد نیستن، ولی خب این رو نباید افراطی مصرف بکنید، یعنی اینکه هفته‌ای 2 بار نهایتش، چون اگه پشت سر هم و زیاد اتفاق بیفته باعث از بین رفتن مینای دندان میشه و به دندون شما آسیب میزنه. پس در مصرف هر خمیر دندانی، هر نسخه‌ای که میبینید توی اینستاگرام یا هر جایی، زیاد افراطی رفتار نکنید و وقتی میدونید یک مهمونی، دعوتی، چیز خاص، استفادهش بکنید. جرمگیری دندان ها هم اون هم سالی 1 بار یا اینکه چند سال 1 بار پیشنهاد میشه، ولی جرمگیری دندان هم به تکرار زیاد توصیه نمیشه، چرا که باعث آسیب زدن و نازک شدن دندون میشه. درسته که میگم فقط اون لایه جرم از بین میره، نه، ولی خب شما وقتی یک سطحی رو تراش میدید برای اینکه لکه یا چیزیش یک آلودگی از روش پاک بشه، قطعا لایه زیرین هم یه ذره آسیب میبینه، لایه زیری هم یه ذره خراش برمیداره. پس حتما ملاحظه بکنید اینها رو و به یک دندان پزشک مورد اطمینان و معتبر در کارش مراجعه بکنید برای کار دندون هاتون. افرادی که سیگاری هستن، سیگار مصرف میکنن، الکلی هستن و مشروب مصرف میکنن، این افراد دندوناشون اگه دقت کرده باشید زودتر از بقیه نابود میشه. پس اگر سیگار میکشید، مشروب مصرف میکنید، مصرفش رو به حداقل برسونید یا اون رو قطعش بکنید. بعد از مدتی مصرف کردن این مواد باعث مشاهده میکنید که و متوجه میشید که دندوناتون زرد شده، دندوناتون زیاد جرم میگیره و میبینید که جلوی آینه که قسمت مخصوصا بالای دندان بسیار بسیار زرد میشه و با 1 بار یا 2 بار مسواک زدن این آلودگی از روی دندون شما پاک نمیشه. و اینکه در مورد مراقبت هاش صحبت کردیم در تایم کودکی به بالا، این رو باید حفظش بکنید و حتما افرادی که سیگار میکشن از خمیر دندان هایی که مخصوص افراد سیگاری استفاده بکنن. یک سری مواد هستن که برای سفید کردن دندان هاست، این مواد رو تا حد امکان با برنامه استفاده بکنید و اینکه هفته‌ای 2 بار بیشتر نباشه که به دندون هاتون آسیب بزنه. همون که گفتیم مقدار جوش شیرین چقدر باید استفاده بشه، در هفته 2 بار، همون هم باید استفاده بشه در مورد سفید کننده های، بخوایم بگیم سفید کننده های داروخونه. این از مسواک های استاندارد استفاده بکنید، مسواک های مخصوص کودکان برای کودکان، مسواک های
بزرگسالان، مخصوص بزرگسالان دیگه، وقتی که شما مسواکتون کوچیک باشه نمیتونه اون مسواک آلودگی رو به صورت کامل پاک بکنه. وقتی مسواکتون بزرگ باشه باعث میشه که به لثه شما آسیب وارد بشه. پس حتما این نکات رو به یاد داشته باشید. وقتی که سرما میخورید یا یک مریضی میگیرید، وقتی که شربت رو مصرف میکنید، ته مونده روی زبونتون باقی میمونه، روی دندونهاتون باقی میمونه. بعد از مصرف اونها، وقتی که شربتتون مصرف کردید، آب رو ننوشید. آب رو تو دهنتون بریزید، دهنتون رو با شستشو بدید و اون رو بیرون بریزید. این هم میتونه موثر باشه، چرا که بعضی از داروها میتونه به دندونها حتی آسیب بزنه. مصرف زیادشون البته، چون نمیخوایم بگیم که داروها برای دندونها مضرن، نه، میخوایم بگیم که میتونه اون ته مونده با موادی که ما مصرف میکنیم واکنششون بده و برای دندونهای ما مضر باشه. خمیر دندانهایی که سفید کنندگیشون زیاده رو مصرفشون رو پایین بیاریم. از خمیر دندانهای معمولی، اون خمیر دندانهایی که لیبل سیاه داره، قسمت این که سر خمیر دندان بازش میکنیم، اون قسمت مثل نوار راه میمونه، اون قسمت که هست اون نشون دهنده مواد به کار رفته در خمیر دندونه. اونایی که سیاهن نشون دهنده اینه که کاملا مواد شیمیایی به کار رفته. اونایی که سبز هستن، اونایی که رنگ‌های دیگه هستن، هر کدوم مشخصه و معنی دارن. شما سعی بکنید از خمیر دندون‌هایی استفاده بکنید که در تولیدش از مواد طبیعی بیشتری استفاده شده تا حداقل ضرر رو برای دندون‌های شما داشته باشه. نمیگیم که مضر، نه، ولی میگیم که مواد طبیعی خیلی خیلی بهتر هستن. در مورد لیبل خمیر دندون‌ها صحبت کردیم. در مورد خمیر دندون‌هایی که سفید کننده هستن، چند کاره هستن، شما میتونید از خمیر دندون‌هایی استفاده بکنید که برای مصرف روزانه مناسب هستن. برای مهمونی یا جایی که میخواید برید که دندوناتون برق بزنه، میتونید از خمیر دندون‌های قوی‌تر استفاده بکنید، ولی برای مصرف مدام و روزانه پیشنهاد نمیشه. شما خودتون فکر بکنید که صبح مسواک میزنید، شب مسواک میزنید، پس 2 بار در 24 ساعت میشه و حساب کنید که در ماه چقدر میشه و این خمیر دندون چقدر میتونه به لثه و دندون شما آسیب بزنه. اینکه نحوه مسواک زدنتون هم بسیار بسیار مهمه. شلخت مسواک زدن یا اینکه سرعتی مسواک زدن، همه اینها باعث میشه که به دندان شما آسیب وارد بشه. سطح بیرونی دندون ها سطح ظاهرا سختی داره و احساس میکنیم که چیزیش نمیشه، ولی شما وقتی که مسواک میزنید دقت بکنید که خودتون حس میکنید کاملا وقتی که مسواک رو میارید انگار که شیا روش ایجاد میشه و وقتی که شلخت مسواک میزنید خود دندون ها هم دردشون میگیره. پس نحوه مسواک زدن هم بسیار بسیار مهمه. مصرف لبنیات رو که گفتیم، مصرف نوشیدنی های الکلی رو که گفتیم نباید استفاده بشه. در مورد همه اینها صحبت کردیم. اون نسخه هایی که میگم با جوش شیرین و آب لیمو اینها، در مورد اینها هم صحبت کردیم که حتما باید در هفته نهایتا 2 بار استفاده بشه که برای دندونهای فرد مضر نباشه. خب در مورد همه اینا صحبت کردیم. امیدوارم که دندونهای سفیدی داشته باشید. اگه وراثتی دندونهای خوبی ندارید دیگه متأسفانه به پزشک مراجعه بکنید، ولی خب نگران نباشید، دندوناتون خوشگل میشه و میتونید با اعتماد به نفس بالایی لبخند بزنید و حالشو ببرید. مراقب خودتون و خوبیاتون باشید، مراقب دندونهاتون باشید. حتما نخ دندان استفاده بکنید، از خلال دندان استفاده نکنید چون بین دندونها فاصله میندازه. اون همه مواردی هم که بهش اشاره کردم بهش دقت بکنید. روزگار به کامتون خوش و خدا نگهدار همگی.